بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان آفرید، سخن گفتن اندر زبان آفرید. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام، مهمانان گرامی قدر. الحمدلله به خداوند شکر بیادر که الله سبحانه و تعالی در این روز مبارک جمعه الله سبحانه و تعالی دیدار یک دیگر دیدن مناسب دید. به خداوند بسیار انشاءالله شکر گزار باشیم. امروز مهمان الهی هستیم هر یک ما باشیم. الحمدلله خدا خواهد امروز در بعض فضیلت انشاءالله خدا خواهد قربانی و کردن قربانی بیشتر از کدام مالها کمتر باشد و شما عزیزان انشاءالله هم صحبت بشیم. من ما شما در این دهه بزرگ که الله سبحانه و تعالی از تمام یک سال 3 دهه را درست می‌دارد. یکیش انشاءالله خدا خواهد دهه ماه مبارک آخر شریف رمضان بس فضیلت شب قدر. یکی دهه انشاءالله خدا خواهد که ذوالحجه یعنی ماه موسم حج است. ماه انشاءالله خدا خواهد پدر ملت ابراهیم خلیل فرزندش را قربانی کردن. یکی دهه دیگر دهه عاشورا است. 3 دهه الله سبحانه و تعالی در یک سال دوست می داشته است. یکی ما شما در این دهه انشاءالله خدا خواهد پرفیض پربرکات دهه انشاءالله حج و دهه انشاءالله قربانی کردن حضور داریم. و یعنی تقدیر الهی 2-3 سال است نمیتوانند برادران ما و شما رفتن خانه خدا و انشاءالله مقام پیغمبری بزرگوار محمد صلی الله علیه و سلم و مکه مکرمه مدینه زیارت کردن ما و شما محروم شدیم و دچار این بیماری. لیکن انشاءالله امید داریم که سالهای آینده الله سبحانه و تعالی این بیماری از ما و شما دور میگرداند و باز خانه خودش زیارت کردن شد و باز پیغمبری بزرگوار پیغمبری نازنین محمد صلی الله علیه و سلم زیارت کردن شد. انشاءالله سرزمون میشیم دیگه انشاءالله خدا خواهد امید داریم. کسانی که انشاءالله نیت حج دارن خدا خواهد گیر نشوند از حاضر خدا خواهد انشاءالله یعنی نیت کنن الله سبحانه و تعالی همون ثواب حج همون ثواب عمره را در نامه اعمالشون می‌نویسن. پیغمبر نازنین محمد صلی الله علیه و سلم میگن نیت المؤمنی خیر من عمله. نیت مؤمن از عملش انشاءالله خدا خواهد بهتر است. نیت کردن گیرین الله سبحانه و تعالی مبادا اگر عمر با پایان رسیده باشد همون ثواب حج و عمره و انشاءالله زیارت رسول الله صلی الله علیه و سلم قبلش در نامه اعمال ما شما می‌نویسد. من یک چند دقیقه ها یک چند 2-3 روز دیگر موند برای انشاءالله این روزی خرسندی رسیدن ما و شما و این انشاءالله در روز یعنی قربانی کردن ما و شما یعنی اندر وقتامون وقت دادن نیمت دونسته همه ما حرکت کنیم قربانی بجا بیاریم. قربانی انشاءالله بسته انشاءالله یعنی تقسیم شد. یکی واجب است، یکی سنت است، یکی مکروه است. واجب برای که واجب است کسانی که انشاءالله یعنی بای هستند، کسانی که نصاب وجود و زکات به 85 درهم طلا میرسد برای ها قربانی کردن واجب است. برای که سنت است کسانی که یعنی پول و معاش به زکات نمیرسند لیکن الحمدلله خدا خواهد کمتر باشدن پول و مال دارند، عائله های دین دارند، زندگی های خوب دارند، قرضدار نیستند، انشاءالله غم و تشویش ندارند. برای اینها چی است؟ یعنی اجرا کردن این قربانی یعنی سنت است. برای که مکروه است کسانی که یعنی پول و مال ندارند، کسانی که انشاءالله در قرض وجود رفتگی‌اند یا که عائله های کلان دارند، زندگی هاش انشاءالله بسیار یعنی زندگی های سخت دارند، برای ها قربانی کردن مکروه است. البته انشاءالله بای ما شما وقتی که زکات یعنی قربانی را میکنیم البته این قربانی را خدا خواهد برای کی برای همین کم بغلا همین سیر عائله ها
یعنی یتیم ها انشاءالله محتاج ها قرضدار ها یعنی مسکین ها یعنی طالب علم ها البته یعنی این زکات یعنی قربانی باید که برای نو صرف کنیم. قربانی واسه تقسیم می شود، یکیش خدا خواهد انشاءالله خیر کرده می شود، یکیش پخته داده می شود و یکیش یعنی در آیله ذخیره کرده می شود. مبادا اگر کم بغل باشین آیله 3 فرزند باشد بالکل خدا خواهد خوردم یگان انشاءالله خطاگیش نیست. برای همین این قربانی واجبات اسلام است. در اسلام 12 واجبات دارد که کردنش قربانی است. برای همین کسانی که میتونن بد دارن نکنن پیش الله نباسی و گناهکار میشوند. به همین ترک کردن یک واجبات میشه. برای همین ما و شما خدا خواهد نترسیده یک مال در راه الله سبحانه و تعالی برای رضای خدا سبحانه و تعالی صرف کردن حرکت کنیم. ما و شما خدا نگهبانی ما و شما باشد که اگر الله سبحانه و تعالی از پدر ملت بار ابراهیم اگر فرزندش قربانی کردن قبول میکرد بر ما شما واجبه که هر سال یک فرزند زیبا مونه، یک فرزند انشاءالله دلکش مونه، یک فرزندی که محبتش برای ما بلند داریم هر سال باید که قربانی کنیم. الله سبحانه و تعالی تقدیر کرد و تو فعلین انشاءالله یک قشقار از جنت یعنی حضرت جبرائیل به فرمان الله سبحانه و تعالی آورد که سری که خدا خواهد یعنی تلاش میکردن پدر و پسر برای قربانی کردن هرچند حرکت میکرد یعنی سری ابراهیم بلد این فرمان الله سبحانه و تعالی به جا بیارد. الله سبحانه و تعالی یک گوسفند انشاءالله ادامه داد. یک گوسفند برای ما شما تقدیرات کنون که حضرت جبرائیل میدید که بسیار تلاش میکردن الله اکبر الله اکبر گفت. حضرت ابراهیم وقتی که تکبیر این سخنی الله شنید که خدا بزرگتر از سرش برداشت گفت لا اله الا الله والله اکبر. حضرت یعنی یعنی اسماعیل سرش برداشتن الله اکبر و لله الحمد. بین بدل اینها چی شد گوسفند شد. در این ما یک گوسفند در دریغ نداریم انشاءالله خدا. این عبادتی چی از مالی است این عبادت به جا بیاریم انشاءالله این دنیا هم دستگیر میشه و روز قیامت نمیشه. که پیغمبری بزرگوار آنی مادر و فاطمه رضی الله تعالی عنها رو گفتن که در وقتی قربانی کردن انتخاب شاردن همون یعنی مال وقتی خونه که اولینی که انشاءالله میشه که الله سبحانه و تعالی گناه انشاءالله تعالی مغفرت میکند. یعنی مالهایی که 4 مال میشود یعنی شتر و گاو و گوسفند و بوز وقتی که شتر و گوسفند یعنی گاو از یک کس تا 7 کس می شود همش در سری همون انشاءالله مال برگی حضور داشته باشند و تکبیر بیان و تحلیل کنن انشاءالله خدا خواهد. و الله سبحانه و تعالی به نیتی پاک یک بچه یک شده به خرسندی ها این قربانی را کنن الله سبحانه و تعالی قبول میکنن. لیکن 7 شب نیتش درست باشد بلکه برای الله. اگر یکی از اینها کافر باشد یا که یکی از اینها برای گوش کند از هر 7 شب الله سبحانه و تعالی این قربانی قبول نمیکند. این قربانی فقط خدا خواهد خونش اعتبار برای رضای الله سبحانه و تعالی کردن انشاءالله چی است و شرط و ضرور است. روز این پیامبر اسلام بهترین عملی بنده که در روز عید میکند بعد این نماز عید این قربانی کردن است. وقتی نماز عید میخونیم ما شما ادا میکنیم همه ما شما سفربر میشیم برای چی اجرا کردن خدا خواهد سنتی پیامبر ملت و سنتی رسول الله صلی الله علیه و سلم و قربانی کردن. هم روز خرسندی داریم روز شادی داریم در روز بلکه ما شما غم رحمتی در روز شادی خرسندی چون که برای مسلمان ها 2 دست خلاص عید رمضان و عید قربان. این خرسندی است این روزی ماتم نیست این روز شاده است این روز غنیمت دونسته قربانی ها کرده در آیله ها یعنی صحبت ها گذارنده در آیله ها یا دیگر مبارکات تکبیر یعنی مبارکات کنند در این روزا را غنیمت با یک خرسندی با یک شادی انشاءالله این روز خدا خواهد چیکار کنیم ما و شما انشاءالله عید کنیم. البته در فضیلت انشاءالله قربانی با خدا خواهد
یک وقت دیگر با شما عزیزان هم صحبت میشیم، لیکن حرکت کنیم این عمل از دست ندیم، حرکت کنیم این عمل انشاءالله خدا خواهد بجا بیاریم. شاید که الله سبحانه و تعالی از ما و شما شاد شود، شاید که الله سبحانه و تعالی از ما و شما راضی شود. گر شود مولا از بنده راضی و او یار از استقبال ماضی. انشاءالله الله وقتی که از ما و شما راضی می شود، خداوند سبحانه و تعالی سعادت این دنیا و آخرت ما و شما را سزاوار می‌گرداند. در اینجا صحبت رو به پایان می‌رسانیم انشاءالله. یعنی فرصتیت غنیمتیت انشاءالله بود در عبارت در فضیلت ماه رمضان و انشاءالله عید قربان و شما عزیزان انشاءالله هم صحبت میشیم و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.